با تشبث مرکز فرهنگی تاجیکان ازبکستان و در همکاری با کمیته مناسبت‌های بین‌المللی و رابطه با مملکت‌های خارجی نزد دیوان وزیران جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند تحت عنوان شعر سفیر دوستی محفل برگزار گردید. این محفل به 700مین سالگرد حیات و فعالیت شاعری غزلسرای عصری 14 فارس و تاجیک شیخ کمال خوجندی بخشیده شد. بعد از این روز آشکارا دوست می‌دارم تو را، از تو چون پوشم نگارا دوست می‌دارم تو را. این ابیات نمکین و شکرین شیخ کمال خوجندی عصرهاست که در قلب محبان و عاشقان شعر و ادب و عشق و عاطفه صدا می‌دهد و شیخ کمال خوجندی که این روزها از تولدشان 700 سال سپری می‌شود، در ادبیات فارسی تاجیکی سهم بسیار بسزای دارند. شاعرانی که با یک دیوان در تاریخ ادبیات نقش بسزای گذاشته باشند بسیار کمند و خوشبختانه خواجه حافظ شیرازی و شیخ کمال خوجندی از همین گونه شاعران می باشند که با یک دیوان غزل در تاریخ بشریت، در تاریخ ادبیات نقش بسیار مهمی گذاشته. اشعار شیخ کمال خوجندی نه فقط برای مردم فارسی زبان آسیای مرکزی و ایران، بلکه برای خلق‌های ترکی زبان، خصوصا برای خلق ازبک نیز همیشه قدردان بوده و همیشه از سوی شاعران ازبک، ادیبان ازبک مورد پسند قرار گرفته است. انجمن‌ها این گونه نشست‌های ادبی و موسیقی برای تحکیم، برای مستحکم گرداندن دوستی بین خلق‌ها بسیار مساعدت میکند و خصوصا برای باز هم مستحکمتر گرداندن دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک و از جمله برای مستحکم گرداندن روابط دوستی و همکاری با تاجیکستان و بین تاجیکستان و ازبکستان نیز خدمت خواهد کرد. در محفل اهل ادب و هنر، نمایندگان کارپوس‌های دیپلماتی، همچنین در تعداد زیاد شیفتگان شعر و ادب ناب فارسی و سرود و ترانه‌های جذاب و دلپسند شرکت کردند. کمال خوجندی در طول عصرها برای مردم این سرزمین یک نام آشنا بود و همیشه غزل‌های او محبوب خاطر هواداران سخن فارسی تاجیکی بودند. در یکی از شعرهای خود میگوید که با لطف طبع مردم شیراز از کمال باور نمی کنند که گویم خوجندیم، یا که در یک بیت دیگرش میگوید که این سمرقندیگری ها با خوجندی تابکی، یعنی لطف و ظرافت طبع کمال پسند مردم شیراز و تبریز و سمرقند و بخارا و تاشکند بوده است. و باید گفت که کمال خوجندی یک مدت در تاشکند هم مسکون بود و از روی شهادت میر علیشیر نوایی در خانواده شیخ خاوند طهور، یعنی که بابای خواجه احرار ولی مهمان بود و در اونجا یک مهمانداری خیلی باشکوه هم گذشت و از این رو باید گفت که کمال خوجندی برای مردم ازبکستان، برای تاشکند هم یکی از شخصیت‌های نادر و بی تکرار حساب می شود. در قسمت اولی محفل معروضه های پرمحتوای شنیده شدند که پهلوهای گوناگون حیات و فعالیت کمال خوجندی را بررسی کردند. کمال خوجندی، حیات و آثار، جایگاه کمال در شعر فارس تاجیکی، کمال خوجندی شاعر غزلسرا، انعکاس موضوع هجرت در آثار کمال خوجندی، نقش ادیبان ازبک در ترجمه اشعار کمال و امثال آن را از معروضه های ارزیابی میتوان کرد که در اشتراکچان محفل نسبت اشعار کمال تأثیرات بای و گرانبهای را کسب نمودند. کمال خوجندی هنوز 700 سال مقدم از این در اشعار خود آید حیات انسانی، آید عشق و محبت، آید دوستی و صداقت، آید وطن و وطن دوستی سروده بود و امروز همین گفته های کمال خوجندی در اینجا صدا داد.
کمال خوجندی گرچند در خوجند تولد یافته است، لیکن قسم معین حیات او در سمرقند، در تاشکند، در خوارزم گذشته است. کمال را در ازبکستان نیز اعزاز میکنیم، زیرا چنان که گفتم قسم معین حیات کمال با ازبکستان وابسته است و مردم ازبکستان کمال را دوست می‌دارند. شعرهای کمال و در ازبکستان در کتاب‌های درسی مکتب میانه، مکتب عالی آموخته می‌شود. درباره حیات و ایجادات کمال خوجندی مقاله و رساله ها نشر شده است. اثرهای کمال به زبان ازبکی ترجمه شده است. من همین روز و این مناسبت یکی از ترجمان‌های بسیار خوش‌سلیقه ما عالم جان بوریف یک کلیات خاصه کمال خوجندی را به زبان ازبکی ترجمه کرده است که آن را نشریات کمالک و همین این تحفه کرده است و جشنواره کمال در مکتب‌ها، در دانشگاه‌ها دوام می‌کند و این است پاس داشتن کمال بر این یک نابغه‌های شعر و سخن بدیعی تاجیک که در عصر ما قدر کرده می‌شود. دکتر علمی تاریخ حیدربک بابابکف، خادم شایسته فرهنگ ازبکستان شاعر بابور بابامراد، عالمان و ترجمان ها ارگش آچیلف، سلطان مراد عالم، شاعر اسدالله شکور، شاعر آریپوه و یک عده عالمان و ادیبان و سخنوران تاجیک و ازبک به منبر برآمده برگزاری این محفل را در ترنم دوستی دو خلق خیلی مهم خواندند. آنها همزمان از آن ابراز خوشحالی کردند که با تشبث سران دو کشوری همجاور رابطه های دوستی و برادری تاجیکان و ازبکستان دوباره برقرار گردید و بیش از پیش آن مستحکم می شود. شاعر شهیر ما، شاعر غریب سرا کمال خوجندی با شعرهای دلانگیز خود در دل مخلصانش بسیار قوی جای گرفته. امروز که در ازبکستان مستقل ما جشن 700 سالگی او نیز در حلقه مخلصانش جشن گرفته ایستاده ایم. این نشانه آن است که شاعر واقعا هم در دل مخلصان خود به حد قوی جای گرفته. در اینجا تحریریت روزنامه تاجیکی آواز تاجیک، تحریریت روزنامه خاور نیز ما بهر تشویق و ترغیب، بهر به مخلصان باز هم بیشتر شناس نمودنی این زبردست، این شاعری ممتاز نیز عزم و تلاش داریم و خیلی به مورد می حسابم که برای آن که مخلصان با بیشتر با اشعار کمال خوجندی شناس شوند و می خواهم که با واسطه روزنامه های همین آوازی تاجیک و روزنامه خاور که امروز به زبان تاجیک درس می گردد مردم با اشعار کمال خوجندی از نزدیکتر شناس شوند. دسترس کردنی آن البته تاجیک زبانان شاعران زبردست که ما این روزنامه های خود را منبری خود را دستکاری کردندشان در کار. در قسمت دوم محفل اعضای دسته هنری مورگی بخارا تحت سرپرستی رؤوف اویزف روی صحنه برآمدند. همچنین امروز من از شاعران بزرگ 700 سالگی کمال خوجندی امروز یک bayram کلام امروز در تاشکند من از بخارای شریف ما آمده ایم اینجا انسامبل مورگی بخارا اینجا من همچنین استادان دیده اینجا به حد خرسند شدیم. ما این bayram این جشنی کمال خوجندی و همچنین اکادمیک و همچنین شاعرها برآمده موروضای خوب بسیار شعرها بسیار من سرودهای از نمونه های کمال خوجنده شعرهاشون بند اینجا اجرا کردند. ما هم از بخارای شریف اومده اینجا به مورگی بخارا فولکلور بخارا در اینجا نشانده ایستاده ایم. دلی من دوانه دارد تنبور دلم صدا ندارد، دلی من دوانه دارد تنبور دلم صدا ندارد. قدی سربت میشینم تو بیایی بگی دستم تو بالای بابی اگر بالای بابت کس نباشد بیدی بوسه از این شیرین لبانه، اگر بالای بابت کس نباشد بیدی بوسه از این شیرین لبانه. دلی من دوانه دارد تنبور دلم صدا ندارد، دلی من دوانه دارد تنبور دلم
مورگی خانها ترانه ها را با دو زبان سرودند، ولی قسمت اعظم آن را شعر و غزلهای تاجیکی تشکیل میداد. در آمادگی این جشن از طرف نشریات ما کتابی گلدسته غزل کمال‌الدین خوجندی روی چاپ را دید. امروز به دستی شاگردان مکتب رسیده ایستاده است و درباره شیخ کمال خوجندی اگر حرف زنیم، یکی از بزرگترین شاعران ادبیات ما است و او از خود میراث گرانبهای باقی گذاشته است. یادآور شدن تنها چند بیت های شیخ کمال جایز است که ما او را در ردیف سعدی شیرازی، در ردیف حافظ شیرازی نام او را هم در بلندترین زینه های غزل سرایی نامور شویم. کمال خوجندی بیشتر به تصویر آفرینی می پردازد و او در تصویرهایش چنان منظره های طبیعت را، چنان خصوصیت ها را و یک در آمیزش می دهد که کس به حیرت می ماند. او از عنعنه های گذشته کلاسیکان بالکل فرق منظر آفرینی می کند، تشبیه آفرینی می کند و در بیت های او اگر اعتبار دهیم می گوید که آفتاب برگویدد من با تو می مانم مرنج، چون به خود گرم است خود را می ستاید آفتاب. یا در جای دیگر می گوید که سرو دیوانه شده از هوسی بالایش، می دود آب که زنجیر زند بر پایش. بینید که چه تصویری جاذب است. وقتی که نوبت شعرخوانی رسید، یک گروه دانش آموزان مکتب تحصیلات همگانی رقم 9 ناحیه بوکی ولایت تاشکند به صحنه برآمده از غزلیات کمال خوجندی نمونه ها قرائت کردند. آوازخوان‌های ممتاز تاجیک محمد شریف بردیف، اولوغبک همرایف و سمیر رجبف طبع اهل تالا را به ترانه‌های دلپسند خود خوش گردانیدند. محفل گروه مورگی اشتراک کرد که تمام همه را به شور و غلیان انداخت. واقعا هم غیر از آن که مردم از ایجادیات کمال خوجندی، از پهلوهای فعالیت او خیلی هم چیزهای زیاد برداشتند گرفتند و از سرود و آهنگهای این گروه مشهور بخاری ها باز هم خیلی راحت بردند و گمان میکنم که راه اندازی چنین محفل های شعر و سرود، محفل های فرهنگی در این شرایط که تمام دنیا را به بحران خیلی نازک کشیده است، خیلی هم برای بالا رفتن طبع مردم مساعدت خواهد کرد و در اینجا بسیار عالمان زبردست ما شرکت کردند که آنها هم به زبان تاجیکی و هم به زبان ازبکی بسیار یک بحث‌های خوب را در جریان این محفل گذاشتند. محفل ادبی موسیقی که در فضای دوستی، یک دیلی و همجهتی برگزار شد، خیلی خاطرمان به پایان رسید.